سلام جناب، ببخشید اون پشت چه خبره؟ جناب اونجا مگه منزل شما نیست؟ ریختن دارن خانواده‌تون رو میزنن، خونه داره آتیش میگیره. خب من دارم واسه همون خونه تظاهرات سکوت میکنم. تظاهرات سکوت به چه دردی میخوره؟ بابا طرف داره اون تو میزنه میکشه، خونه سوخت، برو یه کاری بکن. خب باز میگه برو یه کار بکن. بابا دارم میکنم دیگه، کار از این بالاتر. من دیشب به نشونه اعتراض عدس پلو با ماست خوردم. میخواستم سبزی پلو با ماهی بخورم، اما خب ماهی گرون بود. تمام پولم از بانک بیرون کشیدم. آخه کی در طول تاریخ به اندازه من مبارزه کرده ها؟ مرد حسابی، برو بزن درب و داغونشون کن. چی بزنم؟ تو میخوای من بندازی توی تله خشونت طلبی؟ من شهروند خشونت پرهیزم. تو میخوای من خشونت طلبی کنم بعد اونا آتو بگیرن خشونت به خرج بده؟ اگه شما نبودید اینا هم با ما کاری نداشتن. داش ایول دست خوش، من اونجا دستم بند بود، داشتم از امنیت دفاع میکردم، اما حرفا این داداشون اینقدر احساساتون انگولک کرد که نتونستم خودمو کنترل کنم. اومدم یه اظهار ارادتی بکنم. راستی این چوب خوبی ها، بده ببینم.